دوستان وقتتون بخیر. یه چند تا نکته راجع به موتورهای اسکوتر بهتون بگم. یکی از ضعف‌های رینگای موتور اسکوتر میخوام بهتون بگم. رینگای موتور اسکوتر چون سایز کوچیک هستن سریع تاپ برمیدارن و یا حتی مثل این بنده خدا رینگشون ترک برمیدارن. مشکله خیلی هم ترکش بزرگه. حالا چیکار کنید که اینطوری نشه؟ باد لاستیکتون رو حتما چک کنید، نه باد لاستیک کم باشه نه باد لاستیک زیاد باشه، چون اگر زیاد باشه لاستیک میترکه، اگر کم باشه رینگ به این حالت در میاد. دوم اینکه لاستیک با فاق بزرگتر بندازید یا لاستیک پهن‌تر بندازید، از لاستیک‌های خارجی استفاده کنید، این کمتر میشه. یعنی دلیلی نمیشه برای اینکه آقا خب دیگه من رینگم مشکلی براش پیش نمیاد. نه، همچین چیزی اصلا وجود نداره. شما یه دست اندازه بعد بندازی با این موتور، چون رینگش کوچیکه همچین اتفاقی براش میفته، ولی خب این بازدهیش کمتر میشه. مرسی.